در این ویدیو میخوام مشابهت دو برد یخچال و کولر رو بهتون نشون بدم و اون رو با هم بررسی بکنیم. البته در این ویدیو ما فقط ورودی میکروها رو با هم بررسی خواهیم کرد و فعلا به خروجی میکرو کار نداریم. به خروجی میکرو که در نهایت به درایورها و عملگرها وصل خواهد شد و فرامین اجرا خواهند شد، ما اونا رو کار نداریم و فقط میخوایم دیتاهایی که از محیط بیرون برای میکرو جهت پردازش وارد میشه اونها رو بررسی کنیم و ببینیم به چه شکل این کمیت های دما و برودت برای میکرو آشکارسازی خواهد شد. مدار گسترده‌ای رو برای شما دوستان آماده کردم که طرز کار آشکارسازی خروجی سنسورهای پسیو رو که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات خروجی اونها به میکروها وارد میشه نشون میده. سنسورها یا المانهای الکترونیک به دو شکل پسیو یا اکتیو کار میکنن. المانهای پسیو المانهایی هستند که جهت رسیدن به کار نرمال خودشون و اون کاری که براش درست شدن به تغذیه نیاز ندارن، اما قطعات اکتیو برای رسیدن به کاری که براش تعریف شدن حتما به یک تغذیه احتیاج دارن. مثلا سنسور حرارتی LM35 که یک سنسور حرارتی نیمه حادی هست، جهت آشکارسازی دما حتما باید تغذیه بشه تا خروجی قابل فهمی رو برای پردازنده ها از خودش نشون بده. اما دو نوع سنسور پسیو رو من اینجا دارم. یک سنسور نوری LDR که کمیت نور رو به صورت تغییرات مقاومتی در خروجی نشون میده و یک سنسور حرارتی که با تغییرات دما خروجی اون به صورت تغییرات مقاومتی خودش رو نشون میده. اما آشکارسازی اونها به چه شکلی هست؟ این مدار گسترده‌ای که برای شما تهیه کردم تقریباً نمونه از آشکارسازی بیشتر بردهای کولر یا یخچال فریزر هست و در اکثر اونها به این شکل خروجی سنسورها جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات برای میکرو ساخته شده. با درک این مدار گسترده ما میتونیم راحت‌تر به تعمیرات و عیبیابی بردهای یخچال و کولر بپردازیم. خب ببینید، این رو ما به عنوان یک سنسور پسیو در نظر میگیریم، حالا یا سنسور نور یا سنسور حرارت. این رو توضیح بدم انگار این رو توضیح دادم، تفاوتی نداره، چون در واقع هر دوی اینها دو تا المان پسیو هستند که هر کدوم یک کمیت فیزیکی رو تبدیل به یک کمیت الکتریکی خواهند کرد. LDRی که ما اینجا داریم از یک سر به یک ولتاژ تثبیت شده یا به VCC یا همون ولتاژ تغذیه یا ولتاژی از تغذیه، یعنی میان اگر تغذیه ما فرضاً از یک رگولاتور 7 سری 78 برای آیسی ها تامین شده باشه، یک زنری میذارن و یک ولتاژی رو به عنوان ولتاژ مرجع برای آشکارسازی سنسورها از اون استفاده میگیرن و انشعاب میگیرن. یک سر سنسور رو به این ولتاژ وصل میکنن و سر دیگر رو به یک مقاومت که من در اینجا یک مقاومت 1 کیلو گذاشتم. رنج های هم که در واقع روی بردهای یخچال و کولر هستن رنج های مشابهی هستن، البته بستگی داره به نوع سنسوری که در اون دستگاه استفاده شده، به خاطر همین مقاومت ها متفاوت است، ولی ساختمان کلی به یک شکل هست. سنسور از یک سر به VCC و از سر دیگر به مقاومت و یک سر دیگر مقاومت به زمین وصل میشه. خب خروجی محل اتصال سنسور و مقاومت هست. ببینید
در این قسمت وی اوت رو داریم، ولتاژی که برای تجزیه و تحلیل به میکرو خواهد رفت. در این سنسور هم به همین شکل هست. یک سنسور حرارتی رو داریم که از یک سر به VSCC، از سر دیگر به یک مقاومت و سر دیگر مقاومت به زمین. خروجی این مدار محل اتصال مقاومت و سنسور هست که به میکرو یا هر مدار ترانسدیوسر دیگه یا هر مدار آشکارساز دیگه میره. اما روش محاسبه این خروجی به چه شکل هست؟ ببینید، با یک تقسیم مقاومتی خیلی ساده وی اوت رو میشه محاسبه کرد که برابر میشود با VSCC ضرب داره، یعنی همون ولتاژ تغذیه یا ولتاژی که برای مرجع همین مدار آشکارساز در نظر گرفتیم، ضرب داره مقاومت، اون ولتاژ اون جایی رو که میخوایم حساب کنیم، ولتاژ دو سر اون قطعه که در اینجا وی اوت در واقع همین ولتاژ دو سر مقاومت هست. پس VSCC ضرب در مقاومت میشه تقسیم بره همون مقاومت به علاوه مقاومت سنسور. مقاومت سنسور دائما در حال تغییر هست، با توجه به کمیتی که به ورودی اون میرسه مقاومت اون هم دائما در حال تغییر هست. خب طرز کار برد هم که دقیقا مشابه تمام بردهای دیگه هست مال وسایل برودتی یا حرارتی به این شکل است که خدمتتونش. من کلید بخش مربوط به سنسور حرارتی رو وصل میکنم و یه خورده به اون حرارت میدم. الان به صورت تغییرات در ولتاژ خروجی وارد میشه به IC و برای ما یک چیزی رو فعال میکنه. حالا ممکنه یک رله باشه یا یک بازر باشه یا هر چیز دیگه. خب من اینو قطع میکنم. LDR هم به همین صورت هست. ببینید در واقع از این سیستم برای آشکارسازی تمام سنسورهای پسیو میشه استفاده کرد. در این برد یخچال فریزر هم دقیقاً سنسورها به همین شکل آشکارسازی شده و خروجی اونها برای میکرو ارسال میشه. یعنی شما میتونید با پیدا کردن سر ته سنسور و مقاومتی که در واقع همین ها هستند چک بکنید سنسورتون رو، خروجیش رو، آیا ولتاژ مرجع روی سنسور هست نیست، آیا سنسور ما درست کار میکنه، کمیت های فیزیکی مثل حرارت رو دقیقاً به صورت کمیت های الکتریکی در میاره، آیا در اون بازهی که سنسور براش تعریف شده درست کار خواهد کرد، یا خلاصه طبق همین مدار گسترده میشه بخش سنسور و آشکارسازی اون رو به راحتی تجزیه و تحلیل کرد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و از توجه شما عزیزان کمال تشکر رو دارم.